در نتیجه 12 حادثه ترافیکی در ولایت غزنی طی 24 ساعت گذشته 2 تن شامل یک مرد و یک زن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان محلی غزنی، این حوادث در شاهراه کابل کندهار و در مربوطات ولایت غزنی رخ داده است که نیروهای امنیتی و تیم‌های امدادی پس از وقوع این رویدادها مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند. لطیر مازدیگر را پدی خو د غزنی ساحه ورخ تر پوخخ لاندې و د ګیلان له ولسوالۍ بیا د روضې تر کوتله د غزنی اړوند سیمو کې 12 ترافیکي پیښې رامنځته شوې. په یادو ترافیکي پیښو کې باید په خواشینۍ سره ووایو چې 14 نفره زخمیان او 2 نفره شهیدان لرو. مسئولان صحی غزنی نیز تایید کردند که زخمی‌های این حوادث به مراکز درمانی منتقل شده و وضعیت صحی آنان قناعت بخش است. نن سهار چې نانی سیمه کې هلته ترافیکي پیښې شوی و، بدبختانه د موږ هموطنان پکې زخمي شوي، په هغه کې یو 12 زخمی ملکی شفاخانه ته انتقال شوی و چې صحي وضعیت انشالله بیخی سم دی او دادوار دی. شاهدان عینی و زخمیان میگویند که به احتیاطی رانندگان و وضعیت نامناسب آب و هوا از عوامل اصلی این سوانح بوده است. به گفته آنان لغزندگی جاده ها و کاهش دید به دلیل شرایط نامناسب جوی احتمال بروز تصادفات را افزایش داده است. که حادثه خو از طرف واقعی الهی چیزی آدم گفته نمیتونی، باز بعد از خو کمی بی احتیاطی میشه، کمی مثلا بعض موتورونا یا بیخه یا مثلا چی میشه، باز هم احتیاط شرطه، چیزی آدم گفته نمیتونه. حادثه از طرف واقعی الهیه، او هم آدم چیزی گفته نمیتونی. ما از زیران آمدیم، ردمت شدیم، آمدیم نیمروز میخواستیم برویم کابل، در غزنی دیگه تکر کردیم، 4 تا ماشین بود. بالاخره همین حادثه رخ داد. چند تا شهید، 2 تا 3 تا به نظر من شهید شد و چند تا زخمی شد. ساعت 8 بجه شب حرکت کردیم، 8 بجه شام میخواستیم بریم کابل. با اینجا آمدیم، شب هم استاد نکرد اتوبوس، همین جاره می آمد، یک دسته آمد استاد نکرد جایی. بعد اینجا آمدیم 3-4 تا ماشینش تکر کرده بود، 380 هم جلوی ما بود، این تکر کرده بود، دوباره ماشین ما آمد بغل خورد. این در حالی است که چند قبل نیز در 2 رویداد جداگانه ترافیکی در مربوطات ولسوالی اندر و مرکز این ولایت بیش از 120 تن کشته و زخمی شدند.